عیناً در همین آیت میگوید الله و اعرض عن الجاهلین، و نکته اساسی موضوع همین است، و از جاهلان روی گردان، یعنی اهمیتشون نده. عزیزان، زبان انسان‌های کم عقل را، جاهل انسانی هست که بی‌سواد است، اونچه از زبانش میبراید به فکر میبراید و اکثریت چیزی گفتش رو خودش هم نمیداند. بسیاری ها هستند که به خاطر گپی گفته آنها من و شما یک هفته و 2 هفته و بلکه ماها غم میخوریم، اون انسان در خاطرش نیست که این رو گفت یا نه، یعنی در خاطرش نیست گپی گفتهش. اینقدر جاهل است، اینقدر بی‌سواد است، یا گفتیم حتی بیشعور است. ما باشه ماها سالها فکر کرده میگردیم که همان روز همین چیز رو گفته بود، او از روی جدیت گفته بود، در من چی دید که این رو گفته بود همین گونه. در حالی که خیلی گفتم انسان‌هایی هستن که سخن گفتهشون رو در یاد ندارن، یا طرز گفتن که خودشون هم دیگر همان گونه که ما قبول کردیم نگفته بودن. و زیادی غمهای ما، عصبانیت ما، چند روز به خود نآمدن ما، انا همین سخنهای چند جاهل است که متاسفانه جاهلی یا گفتیم بی‌سوادی فقط در دشمن نیست، دوستان جاهل هم زیاد هستند، خویش و تبار جاهل هم زیاد هستند، اهل خانواده جاهل هم حتی هستند که دیگر این چیز در هم این گونه انسان ها در همه جا هستند. وقتی الله میگوید و اعرض عن الجاهلین، یعنی پروا نکن سخن یک جاهل را. یعنی در حیرت میمونید وقتی که یک انسانی عاقل، یک انسانی باسواد، یک انسانی که خود را احترام میکند با یک جاهل برابر میشود، با یک جاهل بدزبانی حقارتگوی، اون چیزی که میگوید فکر نکرده میگفته، این دو نفر دیگر در احترام یک میشوند. یعنی قدر این انسانی باسواد هم یا قدر این انسانی محترم هم برابر میشود به همان احمقی که برابری او شد. برای همین الله چی میگوید و اعرض عن الجاهل، یعنی پروا نکن سخن آنها رو، بگذار بگوید. از سخن یک جاهل چگونه که خودش هیچ چیز حس نمیبرد، خود شما هم هیچ ضرر نمیبینید. و اگر گفتیم نه سخن او رو چند کس باور میکنن، همون نفران احمق مثل خودش باور میکنن. پس برای ما چی ضرر دارد سخن یک چند احمق؟ علل خصوص در این زمان اینترنت کامنت ها رو میبینید، بعضی نوارها رو میبینید، یا بعضی در گروپ ها می نویسن هر چیز، شاید برویتان، شاید به کسی گفتن. یعنی یک انسانی جاهل احمق اصلا ارزش خفه شدن از او رو ندارد. یعنی